در کنار درخت بنه یا پسته وحشی هستیم که چند وقتی هست در فضای مجازی و اینستاگرام برداشت صمغ از این درختان وایرال شد. پوست درخت بنه یک لایه زایا، محافظ و بازدارنده در مقابل ورود و حمله آفات، پارچه‌ها و عوامل بیماریزا به درخت است. وقتی که پوست درخت صدمه ببینه، آسیب ببینه و بر اثر تیر زدن بر روی تنه درخت این پوست خراش ببینه، به یک مکانی برای ورود و حمله آفات و عوامل بیماریزا به درون درخت میشه و درخت به صورت هوشمندانه شیره و صمغ تراوش میکنه که مانع از ورود هوا و دیگر عوامل بیماریزا به درخت بشه. برداشت بی‌رویه صمغ از درختان بنه باعث میشه که درخت دچار ضعف بشه و انرژی کافی برای ترمیم محلهای زخم نداشته باشه و به مرور عمر درخت کاهش پیدا کنه و درخت دچار و استحصال و خشکیدگی بشه.